در جمهوری چخ برای این خرس بچه‌ای که از مادر تاجیک و پدر چخ تولد شده است، مسئولان باغ حیوانات هلوباک ناولتاو نامی تاجیکی میجویند. آنها گفتند که به این خرس 3 ماهه نامی تاجیکی میدهند تا هویتش حفظ شود. سال 2015 2 خرس تیانشانی که اسم گول و زهرا را داشتند از تاجیکستان به جمهوری چخیا آورده شدند. ما 15 روز در راه بودیم و مسافت طولانی را از شهر دوشنبه تا هلوباک ناولتاو سپری کردیم. این خرس‌های ناخن سفید از نوع‌های نادر بوده. تولد کردن یکی از آنها را مسئولان این باغ حیوانات حادثه مهم می‌دانند. طبیعت خرس‌های ناخن سفید این است که بعد تولد نرینه آن مدت از مادینه و کودکش دور می‌گردد. دیگر در این فرصت تمام روز گول است که با فرزندش خوشی می‌کند. مسئولان باغ از طریق شبکه‌های اجتماعی خواستند تاجیکان در نامگذاری این نوزاد سهم بگیرند و خرسندی مسئولان باغ با خوشی این مادر و کودک ضم شود.